در حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه انا انس ابن مالک عن النبي صلی الله علیه و سلم ثلاث من کن فیه وجد حلاوه الایمان. میگه سه چیز است که اگر کسی این سه چیز داشته باشه این امو لذت ایمان پیدا میکنه. کی پیدا میکنه؟ میگه ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. میگه وقتی که الله و رسولش محبوب تر باشه برش نسبت به دیگران. حالا مثلا یک تعداد مردم هستن که از عبادت خود لذت میبرن، از دینداری خود لذت میبرن، از ایمانداری خود لذت میبرن، از حلقه درس که از این درس خواندن دین لذت میبرن. بعضی کسا هست مثلا ما بسیاری وقتا میبینیم یک نفر در حلقه درس میشینه، از این اول درس تا ختم درس یک 50 مرتبه فاجعه میکشه. از این اول درس تا آخر درس یک 50 مرتبه خو بیچاره فاجعه میکشن. چرا؟ همین درس برش لذیذ نیست. اما این رسول اکرم صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه ثلاث سه طایفه مردم هستن که من کن فیه سه چیز است، ببخشید سه چیز است که اگر در وجود تو پیدا شد تو باز لذت از ایمانداری میبریم. یعنی انسان یک نفر پیش روش 20 قسم غذا را بان، این از این 20 قسم غذا این لذت میبره. اما برعکس کسای دیگه هست که پیش روش هیچ نوع غذا نیست، 20 قسم کتاب است، 20 قسم عبادت است، این از این عبادت و اطاعت خود لذت میبره. از این خاطر مثلا یک کسی رو ببینی که شب کل شده ساز و موسیقی تیر کرده، یک نفر از خواندنای یک آوازخوان لذت میبره. برعکس از یک کسی دیگه از شنیدن قرآن لذت میبره. او به مو اندازه که از او لذت میبره. از این خاطر میگه که ثلاث من کن فیه سه چیز است که اگر در وجود کس باشه وجد حلاوه الایمان، این لذت ایمان پیدا میکنه. اول از چی است؟ ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. میگه که الله و رسولش محبوب تر باشه نسبت به دیگران. اینمی است که امروز ما و شما سرش بحث کردیم که وقتی که توحید محبت داشت، واقعا محبت قوی با الله و با رسولش داشت نسبت به هر کسی دیگه، نسبت به جان خود، نسبت به فرزند خود، نسبت به خانواده خود، نسبت به همه چیز، باز اینجا بر از او لذت ایمان پیدا میشه. از این خاطر یک شاعر موحد است و چه خوبش میگه، او میگه که آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند. این چه خوبش تعبیر میکنه، میگه آن کس که تو را شناخت، پروردگارا، کسی که محبت تو در قلب از او جای گرفت و تو را شناخت که تو خالقش هستی و واقعا قلبا به تو محبت داشت، ای جان خدا چی کنه؟ فدای تو میسازه ای جان خدا. در وقت ضرورت مسلمان های هستن که در وقت ضرورت وقتی که محبت با الله دارن از جان خود، از مال خود، از زندگی خود تیر شدن. مثل اصحاب کرام خانه های خود گذاشتن، مال خود گذاشتن، فرزندای خود گذاشتن و به خاطر رضایت الله یکی رو ببینی قبرش در چین است، یکی رو ببینی قبرش در ترکیه است، یکی رو ببینی قبرش در اسپانیا هست، یکی رو ببینی قبرش در کابل است، یکی رو ببینی قبر در کل دنیا صحابه کرام قبرهایشان است. در افریقا بری قبر صحابه است، در اروپا بری قبر صحابه هست، در آسیا بری قبر صحابه هست. این قبرهای صحابه دلالت به چی میکنه؟ به این میکنه که اونا وقتی که محبت زیادی که با خالق داشتن تمام محبت ها را ترک کردن و خود به خاطر الله قربان کردن. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند. وقتی که محبت قوی با خالق پیدا کرد باز هیچ وقت فرزند ازی و عیال ازی و خانواده ازی مانع تطبیق قانون الله نمیشه.